انسان تو فکر که دقیقه خنکی یخ نمیکنه تو هیچ چیز انسان می چه ریاکسی دوره اینا کی ساخت میلیون ها دلیل آورده که هیچ خیلی دیگه در اوجه دکازت نداریم ما که فلان شید تیمبول کیتو ورسه ها با همه چیز آورد خلاصه این همه میکنم که دعوتگر باشم همه را برای راه راست همه را به مهربانی به عدالت درسته که منم میتونم که بدم شمشیر به ظلم یا 100 دولت در کار شوه اگر قدرت چین باشه کو هم خیلی بیرحم باشم مثلا همون شرایط فراهم شوه میتونی که اداره کنی 10-15 دولت به ظلم به شمشیر نیکی این موندگار نیست باور که هزاران سال در تاریخ نام سیاه نوشته میشود وقتی که به عدل میکنی رنگ حضرت عمر تو کیف که در حضرت عمر 2 میلیارد اهالی حتی مسیحیت یهودیت عمر راضیان تو فکر که بسیاری مسیحیت یهودیت حیران میشه که عمر همین خیلی سرنوشت کتاب را میخونه حیران میشن که چه خیلی آدمی خاکسار چه خیلی عدالت کار میگه قطعی فقیرا چه خیلی بد میگه چه امپراتور بود چه خیلی خاکسار بود ماندگار مون اونهایی که با مثلا چی بود بعدم شمشیر تو بزل بدن اونها ماندگار اونها سیاه نوشته شدن هم در دنیا هم در قیامتشون سیاه نوشته میشن این فکر بود بعد یک قسمت را میگم من اگر نمازخونی میرم یک قسمت مسئله دیگه همینه که همین دین ما یک خیل ملوهای که 3% میگم ملوهای ما هم تاجیکستان 3% یاد نگرفتیم چون که ما را مسیحیت روزها نموندن نزدیک شده در تفسیر 97% قرآن ما نفهمیدیم در نماز میخونیم نمیدونیم چی میخونیم همش عربیه یگام انسان هم میفهمن 2% تاجیکستان میفهمد هوایی هم میفهمه یا نه همش عربیه 97% تاجیکستان نمیدونه چی گفته ایستاده برای همون عقیده وای پرشیده نمیتونه راه یکتاپرستی را انتخاب کردن دشواره برای وای درسته حرکت میکنه وقتی که ما 97% در تفسیر مثلا چنگ میزدیم ای خرسالیمون اول دینی پروردگار بعد دینی دنیایی هم برکه میافتیم هم برکه میشید که حیرانی زور میشه هم پیش میرفتیم هم بدیها ما انسان تربیت میکردیم اخلاق ها را ما اخلاق تربیت میکردیم انسان شهامت انسانی تربیت میکردیم مثلا بعد چی را یادم بود وقتی که ما تفسیر درک میکردیم میفهمیدیم که پروردگار چی گفته است ما وقتی خوندن نماز چی گفته است اون وقت ما تفسیر میکرد حالا همین 3% که ما را حرکت کرده استودیم مثلا عبادت خدا را کنیم ایسوس ده همین 3% دیگه ضربه زده استیم مگه گیجو میشد یا چه خیلی ما پیش میریم در 3% که مثلا مسیحیت ما را ریگلوف میکنه مسیحیت دین ما را ریگلوف میکنه نمیمونه تفسیرگر پیدا شده در هر یک محله 10 تا 15 تا تفسیرگر باید باشه مثلا در مسجد ها امر معروف باید باشه اگر امر معروف نباشه قیامت انتظار شو میگه پیغمبر وای بر حالت اوجا قیامت رسیده میگه امر معروف اگر ما 20 سال پیش یا 15 سال پیش مسجد را در نظر بگیریم امر معروف میکردن خیلی انسان ها مثلا با توفیق بدن مهربان بودن با حکومت هم مهربان بودن خیلی یک هماهنگی بدن در ما یک اصلاحات همگرایی بود چه رحمانوف دوست میدونن چه بله چه بدین چه جاذبه بود چه جالب بود رحمانوف برای ما برای چی این رحمانوف همچون دشمن ای شیطان بدتر در طبیعت انسانی مسلمانای 8-9 میلیون تاجیکستان باطنی جلوه داده ایستاده برای چی این شید نه برای چی برای که رسواش کرد پروردگار با دینی که آفریدگارش چقشید 2625 مسجد مثلا تخریب کرد 13 مسجد آتش زد پس لیدنی آتش زدنی در ناحیه چی بود من آمار نگاه کردم ریگر بود 2 مسجد یا دیوانه میگه آتش زده کدام دیوانه 2 محله میره 2 مسجد آتش میزنه این چی معنی داره پروردگار خودش شاهد خودش حل میکنه این مسئله ان شاء الله چون که وای خانه پروردگاره ما ایمان داریم به پروردگار وای خانه پروردگاره برای چی گنبدهای مسجد خانه پروردگار حالا که اینجا چی مونده پروردگار میگه که کی ظالم‌تر این آیت پروردگار نمیشه باورش نکنی امکان نداره باورش نکنی چرا باورش نکنی پروردگار میگه که هر کسی که در این دنیا کیس میگه ظالم‌تر و ستمگارتر از اون هست که میگه مسجدها رو تخریب کنن میگه یعنی مسجدها رو رسول شد میگردن باور که من دیگه حرف ندارم یک گوله 10 ساله میدونه که 2625 مسجد فروخته شید کنده شید گنبداش کنده شید آتش زده شید مگر اگر یا سخن پروردگار باور کنیم یا که این نگویم که نچید همین ستیه پروردگار دا گرفتار شدی اینجا دا وابسته به ایمان مونه